چون ما در شهر با فرهنگ هرات قرار داریم، می خواهم که در این رابطه در بخش برق بعضی معلومات را به شما ارائه بدهم. ما فی الحال 180 مگاوات برق از این سبستیشنی که به نام نورالجهاد است و ما شما اینجا حضور داریم از کشور همسایه و دوست ترکمنستان خریداری میکنیم و در ساحات مختلف شهر هرات توزیع میگردد. همچنان از طریق کشور همسایه ایران هم ما به ظرفیت 60 مگاوات برق میگیریم که به بعض پارک های صنعتی و به مردم شریف ایران به مردم شریف هرات ببخشید ما توزیع میکنیم. اما روز به روز الحمدلله صنعت این شهر گسترده می شود. هموطنان ما فابریکه ها را جور می کند و به خاطر این پارک های صنعتی که تضمین کننده اقتصاد کشور هست به برق ضرورت است. پس ما تنها به برق وارداتی اتکا نکردیم. به خاطر این شهر بزرگ و با فرهنگ و علم پرور ما با از منابع داخلی کوشش کردیم که پروژه های بزرگی را طرح و دیزاین و بعدا کارهایشان را آغاز نماییم که از این جمله پروژه 200 مگاوات برق بادی که در فاز اول آن 50 مگاوات و بعدا در فاز دوم آنها 150 مگاوات ان شاء الله به کار آغاز خواهد شد.